دوستان، یکی از دغدغه‌های اصلی خریداران در حال حاضر کیلومتر واقعی خودروی باشه. به نظر من کیلومتر یک عدده. بیشترین عامل اصلی در استهلاک ماشین نوع استفاده از ماشین. مثلا یه خودرویی تو مناطق شرجی ازش استفاده شده که پوسیده شده، یه خودرویی توی مناطق خوب بوده که این خودرو خب پوسیدگی نداره و صرفا بدنه بهتری داره، یه خودرو توی شهر ازش استفاده شده که استهلاک خیلی بیشتری توی شهر و ترافیک داره، خودرویی که توی جاده استفاده شده زیاد بهش دنده نداده شده و این در سلامت خودرو میتونه تاثیر بسزایی داشته باشه که دغدغه شما رو از بابت کیلومتر کم کنه. در خرید و فروش با شما هستیم.